سلام دوستان عزیز، امروز آموزش داریم. چه آموزشی؟ آموزش درست کردن بابا غنوج لبنانی اصل، طریقه رستورانی. میریم با هم دیگه ببینیم که چه چیزایی داره. با من باشین تا انتها که بتونین یه بابا غنوج خوشمزه و خوب برای دور همیاتون تو خونه بتونین درست کنید. خب اول بادمجون کبابی داریم اینجا ما که با چاقو اسلایس شده، نه خیلی زیاد ریز و نه خیلی زیاد درشت، به اندازه تقریبا یکم کوچکتر از بند انگشت با چاقو خورد شده. اینجا نعنا داریم ساتوری شده، سیر ساتوری شده داریم، پیاز نگینی داریم، گوجه فرنگی کاملا ساتوری شده داریم، فلفل دلمه رنگی قرمز زرد سبز داریم، جعفری ساتوری شده داریم، پودر زیره، نمک، دونه‌های انار تازه، روغن زیتون، آب لیمو. خب حالا میریم با شف مات شروع کنیم به درست کردن. مراحل یکی ببینیم چه جوریه. یالا شف مات فاطمه. خب بادمجون رو اول برمی‌داریم میریزیم توی یه ظرف بزرگ، حالا به اندازه‌ای که شما بادمجون دارید. بعد تمام این مواد رو میکس میکنیم با بادمجونمون. خب جعفری ساتوری شده، فلفل دلمه نگینی، گوجه ساتوری شده و نگینی. آب گوجه رو حتما بچه‌ها بگیرید که آب نندازه. پیاز نگینی، نعنای ساتوری شده، خب آب لیمو. بچه آب لیمو، روغن زیتون و زیره و سیر کاملا دل بخواهی هست. هر چقدر که خودتون دوست دارید. یکی روغن زیتون رو بیشتر دوست داره میتونه بیشتر بریزه، یکی سیر بیشتر دوست داره، یکی ترشتر دوست داره باشه. اونهای انار، نمک، کاملا اینا اندازه هاش به دلخواه هست. ما چون رستوران درست میکنیم خب قطعا خیلی زیادتر و بیشتره. و سیر ساتوری شده. اینا همه رو با هم دیگه ما الان قاطی باید بکنیم و مخلوط. اوکی شف، کاملا اینا همه رو با هم دیگه میکس میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید کاملا مواد باید با هم دیگه مخلوط بشه. این یه پیشخزه واقعا خوشمزه و درجه یکه که برای همه دور همیا به نظر من لازمه. اوکی شف شوف میدانی. اوکی یلا ببینیم شف چی میخواد بزنه دیگه داخلش. خب بچه‌ها دیگه تقریبا آماده شد، چیز دیگه هم اضافه نمیشه بهش غیر از رب انار که در انتها برای دیزاینش باید اضافه بشه بهش. و همین سادگی بود. ببینید در کمتر از 1 دقیقه اینا همه با هم دیگه مخلوط شد و آماده برای سرو کردن. این رو توی بشقاب میریزیم و یکم دیگه روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. نعنا برای خوشگل‌تر شدنش و در آخر هم رب انار، چون رب انار بهش یه طعم خیلی خاص و بی‌نظیری میده. روغن زیتون و رب انار در انتها حتما باید باشه. اینم یه آموزش خیلی ساده و سریع بود که براتون گذاشتم. دوست داشتم اینو همتون یاد بگیرید که بتونین روش درستشو یاد بگیرین و برای خودتون آماده کنین. چون من دیدم بعضیا خیلی سخت و پیچیده‌اش میکنن
ولی نه اونقدر هم پیچیده نیست، خیلی راحت و آسون و بی درد سره، همین راحتی. اینم یه بابا اونوچ. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون.